خوش اومدید به اولین ویدیو از این کانال. قراره تو این کانال بزنیم، بکوبیم، برقصیم، بازی کنیم و مهمتر از همه فشار بخوریم. همونطور که میدونید یا نمیدونید قراره بریم سراغ یکی از فشارآورترین و مسخره ترین بازی جهان. هیچکی درخواست نکرد چون هیچکی دیوونه نیست مثل من. فقط خودم میخوام بازی کنم. همین. جدی میفرمایی؟ بریم شما ببینید من فشار بخورم. چه دلیلی داره؟ مسخره کردی خود. بدون چونو چرا، بدون معطلی بزن بریم. فکر کردی خیلی باحالی؟ یه کاری میکنم فشار خونت، جونت، نونت همه با هم یکیشه. بریم خیلی هیجان دارم. باید جای خالی کنم این هیجانمو. بریم سراغ ویدیو. بازی بعدی هم دقیقا مثل همینه. اونم یه چند روز دیگه میذارم. بیاین تو کانال ببینید، عشق کنید، بتر کنیم. بعد چالش مالش هم زیاد دارم. درود به مرام، درود به عظمتت، درود. میریم پلی میزنیم، بازی رو برای ما میاره به نحو احسن. خب قسمت اول مرحله اول. بسم الله الرحمن. من دیدم این استریمش دیدم، خیلی بده. نگاه اینجا الان مثلا یه چیز میاد. نه چیز نیست. پارین اینجا بابا همون جا بود دیگه. آخ بچه از همین الان دارم چیز میشم. نه بایستا نگاه کن. خب تمام اوکی. نگاه کن این قسم اصلا نترس. بایستا خودش تمام اینجا. نه این قسمت اولشه بابا. چرا اینجوریه؟ اشکال نداره. قسمت 2 عالی. نگاه دیگه نشد. دقیقا قسمتی که فکر میکنی خیلی زرنگی میگه آناناس. اینجوری میکنه جلوت. اشکال نداره. خب نگاه کن. میای اینجا وایمیستی. خب این نشونه اینجوری میکنی اینجا وایمیستی. دیگه همون اولش برمیزه. خب نگاه کن اینجا یه اینجوری میکنی، یه اینجوری. این میفهمه چیکار میکنی. با خدا میفهمه. نگاه نگاه تو اینجا میپر. بابا بپر دیگه. نگاه حالا همینه. خب به همین راحتی سریع داریم مرحله میگذرونیم و خیلی خوب. خب بابا وایسا. اینجا به خدا یه چیز. نگاه میدونستم خیلی راحت نیستیم. این چیزی صحبت میکنن اصلا قدرت تکلم هم هست. وای حواسم نبود اینجا اصلا. خب نگاه کن یه مقب. حالا اینجا باید سرعت بکن. اینجوری نمیشه. واسه این باید صداشو بشنویم میفهمی کی داره به شبیخون میزنه. اینو میذاری؟ اوکی اینم میذاریم پایین، لازم نیست. خب حالا اینجوری خوبه. برو بریم 1 2 3. صداشو آخر کنیم. وایسا بیا. چه فهمی برداره؟ آن ورش رفته توی لول دویل من نمیشناسم. بگو بزرگترت بیاد. وای یا اول فاز ترکید کلا من. میدونستم. من نگاه با بد کسی در افتادی. نگاه اینو میپری.
اینجا رو اینجا دیدی؟ خب این آخری آه الان زایه میکنه بود. نگاه به خدا میدونه الان بیا میور میزنه. نگاه از همین ور میام. بیا آی وایسا داشتم وایسا یه بار دیگه وایسا نگاه بیا پو برو کیف کن برو دوباره یکی دیگه وایسا قلبم چیز شدم از ترس به خودم ترسیدم. لعنت بهش. اشکال نداره برو اینجا چیه؟ الان نگاه از جلو به خدا نگاه الان از جلو نگاه خیلی صداش ترسناکه حاجی. نگاه تا اینجا میاد. آناناس حاجی خیلی بده بازیش. هیچ کی اینو بازی نکنه. باسا بیا خدایا شکرت ای خدا. چی شد؟ پشمام دیدی؟ یه بار دیگه ببین وایسی وای آناناس بیا برو بعدی بیا یا علی برو کیف کن. بذار یه ذره بیاد جلوتر. یعنی پشمام. برو یکی دیگه. فکر کنم باید برم بالا این بپری. جون اصلا خدای کسی هست من اسم البته چیری وایسا. آسانسوره. بله بیا این خیلی راحت بود. این نگاه به خدا چیزی هست اینجا. این وسط چیزی هست. ببین نگاه مطمئنم میخوای اینقدر نگاه. وایسا اونو برای چی میاری بچه ها اون قسمتش. برو ولش کن. نگاه این همش علکی اصلا وای میسمی قدرت گاری نباید میشونیم. فهمیدم. نگاه کن اینجا باید حالا میرن یادی علمون خود چندش نبودش کن. چه سپت نگو. امرزا خودتو کنترل کن. خیلی فشار خوردی اعصابت خورد. اینا کوینه. عوضش زیاد کوین خورد. خدای مغز اینو باید بگیری ببوسی. لعنت به سازنده این خدایی. این خیلی دوست داشته چیز بشه. فکر کنم خصوصیت شخصی داشته می‌خواسته فقط فوش بشنوه. چی کنیم؟ خب پیش هی میگم هیچی نگم. خوبه اوکی
اونو نباید بخورم، اینو نباید بخورم، این بالا میپری و نباید بخورم، من مطمئنم. نگاه بیا اون یه چیز، ولی اگه چیزی نبود چی؟ وایسا یه لحظه برگردیم. بر نمیگرده؟ یک عقب. سلام بچه ها، من ادیتور هستم. چون که این بچه کموش ما یادش رفت بهتون بگه لایک کنید، من اومدم بگم که لایک کنید. دمتون گرم. نه بر ولش. خب این فکرم بیاد بالای روش. اوه خدایا، هی نگاه. خاله نبا اینجوری میشد. خب اینجا خالی نه. وایسا نگاه میپری. او هر کدوم بیا بلاکه. وایسا اینو میپری، اینو میپری، اینو میپری. حالا شد. خودم نفهمیدم چجوری رفتم ولی خوب رفتم. خب این از این عقبیه رو ولش کن. نگاه اونم نباید بخورم. حالا ولش کن. اصلا نباید به هیچ کدومشون بخورم. چرا شبیه سکه هن اینا پس؟ اون چرا اونجا بود؟ نه وایسا این اصلا نگاه خدای اینو ببین. داشته باش. پو حرکت رو ببین. وایسا وایسا وایسا. وایسا وایسا. او پو سو. قدرت. این چیه؟ او این 2 نفره است. خب میریم مرحله بعد. آجی لعنتش. ولی خدای خلاقیت داشته. درست. بله اینا باز چپه شد. خداش من دارم از تو رد میشم، تو نباید خودت این نگاه. این میره اونور، این میره اونور. خوب این خدایش خوب. همین مرحله شم. بابا دیگه چپه نکن دیگه، پدر ما رو در آوردی. چی شد؟ اوه فهمیدم. یعنی چپه اصلا راست است. یا اینو داشته باش. به این میگن چی؟ میگن قدرت الله ای یا علی. واو. اوه به این میگن باز چپه شد. چی شد؟ این چپه شد. نگاه الان چپه میری، اینجا چپه میشه. درست. بیا اینه. الان چند بار من باختم نشون نمیده. 30 بار من باختم. ولی خدای خوبه. این همینجور میره. بابا وایسا خب الان این بر خالی میشد. وایسا اشکال نداره. نگاهی میره همین وسط وایس. تمام. به همین سادگی. اون یک بار میتونه. وایسا نه میره. این میفته الان. نگاه یک چی میشه؟ باید برگردی قبلی و وایسی. اینجوری که شد نمیپره. نگاه اینجا عوض میشه. خب اینه و همین سادگی.
وایسا وایسا نه اون هنوز نیومده بالا پایین نگاه نگاه اینجا میای اینجا میای اینجا میای وایسا وایسا اینو میری 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 سو Este é para vosotros. خب الان یه چیز میشه بیا خب وایسا 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 ها اون آخریه لعنت بهت ولی خدایی خلاق بوده اونی که این ساخت شلم شل نگاه این آخری بسته نمیشه وای میشه تو روانی ما روانی نه چیز منظور که وایسا وایسا سرعت خدا بس دیگه خسته شدیم دیگه وایسا قدرت سن از خوشحالی نمیدونم باید چیکار کنم خب الان نگاه روی بپریم باید بپریم روی نپریم خب بابا تو چجوری از کجا میدونی الان من نمیخوام بپرم خدایی خب این نمیپرم بابا نکن این کار رو دیگه خدایی از صبح واسه آدم نمیذارن ها باز ما دیوانه ایم اینو بازی میکنیم این آخری خدایی نپرم خدایی نپرم نه نمیپرم یس یس میدونستم یکی رو نباید پریم البته همه رو برای یکیش به آدم میذاره مگه برای همه بذار دیگه چه دلیلی داره انتر ولی خدایی کله اونی که اینو درست کرد وایسا برا آخه باید بوسید خدایی خیلی خلاق بوده خلاقیتش هم بگیرم چیز منظور خدایی عالی خلاقیت ایجاد حاج مریضی دلغکی بیشعوری نمیفهمی این آدم یک باز این آدم قشنگ درست کن عشق کنیم بازیم کنیم خب الان من اومدم این ور چرا نیومد این ور حالا ما رو باید میپریم یا نه آخریه رو وایسا نگاه از یه میای یه اینجوری میکنیم وایسا اینو میپریم اینم اگه بپریم اینجا بیلاخینگا داداش دیگه مگه من شدم تو خسته شدم خدایی نگاه میخوام سری برم خب نیاریم و نگاه بسیسا یه لحظه صبر کن صدام خب برو حالا آفرین حالا میره اون ورتر خب حالا میاد همین ور یک ذره بارچی رو ورتر
یو علی شانسی رفتم، خدایی شانسی رفتم. اشکانه عالی لول دویل یادم باشه اینو اصلا به هیچ کی پیشنهاد نکنم. خب آره تلپورت شدیم. او نگاه کن، این از جا میری، اینو از جا میری، اینو میای از جا میری از جا. من گرفتم شب بدجور آدم ها حالمو میبینن از دور. حاجیتون به کسی باخ نمیده، باختم بگه آخ نمیگه. آره چی شد؟ پشمام میدونستم اون برای یه چیزی آمده ایم. بابا دیگه با خدا انقدر چیز کرده ما رو. با وایسی نکن اینقدر، یعنی من بعد این بازی به هیچ کی اعتماد نمی کنم. خب حواست کجاست؟ اون میره اون ور دیگه، یعنی اعصاب من رو خود کرده این به خود. یعنی الان بعد این بازی رفیقم بگه بیا بریم بیرون، یعنی یکی میزنم زیر گوشش. اوکیه تمام. نگاه دیگه من به راه رفتن هم دیگه اعتماد نمی کنم. خب پس چیکار میکنیم؟ از این ور میریم ما. بیا میدونستم این بازی مریضه به خدا. نگاه میری بالا درست. بر چی رفته؟ یه چیزی هست. نگاه چیکار میکنی حالا؟ میری پایین. نه این زیاد دیگه نامردی کردیم. شاید درست همون تنه درست. برو دیگه. نمیشه هر چقدر بخوای زرنگ باشه بازم نمیشه. یعنی هر چی میگم هیچی نگم یه کاری میکنید کلن خراب کرد اعتمادمو به همه. باز اعتماد پیشکش، این اعصاب مارم خراب کرد. خب درست این میره اینور، این میره من دارم میره دنبالش. برچی تو از اون ور باز میای؟ اوکی اشکال نداره. اوکیه بچه شما خودتون ناراحت نکنید اصلا. اوکیه تمام همسود عشقای خودم. به نظرم دیگه همینجا ویدیو رو تمام کنیم چون واقعا داریم منفجر میشیم از درون. خدای اینم خوشمزه. این نبود یعنی دیگه الان باید بیمارستان سرم فشار میزدیم. خیلی خوشحالم که شما رو از نزدیک میبینم، که نمیبینم البته، براتون ویدیو میسازم. امیدوارم عشق کرده باشید، لذتشو برده باشید و حتما این چنل رو دنبال کنید که بیاید و ویدیوهای دیگه منم ببینید. خیلی خوشحال شدم، خیلی دوستتون دارم، عشق منید. یه ماچ از این ور. پس بدون چون و چراغ و معطلی شاد باشید، پر انرژی باشید و همینطوری بمونید. خداحافظ. و داخل پرانتز بگم که پارت 2 اینم اگر ویو و لایک زیادی هم بخوره، حالا مهم نیست، فقط ببینم که شما حال کردین، عشق کردین، میذارم. مهم عشق کردن شماست نه فشار خوردن من. پس مراقب خودتون باشید تا ویدیو دیگه.